دزدی دیگر برای اینها یک کسب شده است، خصلتشان است. اینا دیگر هیچ وقت از دزدی دست نمیکشند. اینا نمیتوانند که یگان چیز اختراع کنند. اینا نمیتوانند که یگان چیز ایجاد کنند. فقط یک کار میکنند. یک نفر اگر یک بیزنس خوب تشکیل کند، انتظار میشند که کی این بیزنس رونق مییابد و بعد این بیزنس رو از دست همون آدمی که با عذاب و عقوبت هم یک کار برای مانده است میگیرند. برای مثال ببینید اون مگزین های آریما با یک عیب خنده آور به جاسوسی صاحب آریما را حبس کردند، مغازه ها را تحمین رحمان را گرفت، دیگه وای آزاد شد. یا بگیرید این جمعیت ساختمانی ماوراءالنهر را که رهبرش در حبس است. برای چی؟ برای آنکه این شرکت هم، شرکت ماوراءالنهر هم خیلی پیش رفته بود، رونق یافته بود. برای همین به خاطر آنکه تجارتش را گیرند، صاحب این شرکت را حبس کردند. یک چیزی یک نویگری دیگر شاید نه همه میدانند. راه دوشنبه جرگتال هم به اختیار همان شرکت جمال الدین نورعلیوف داماد امام علی رحمانوف داده شد و بعد چند حتما این راه هم پولکی می شود. و یک چیز دیگر، بعد از انتخابات رحمانوف نیت دارد که تمام راههای تاجیکستان پولکی کرده شوند. تمام راههای تاجیکستان. وقتی که نرخ راه بلند می شود، شما تصور کنید که نرخ آرد شما، نرخ گندم شما، نرخ لباس شما، نرخ کتاب شما و هر چیزی که شما خریداری میکنید به طور اتوماتیک بلند خواهد شد.